سلام عرض میکنم به بیننده بینیات عزیز رادیوی آزادی و همه آنهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند. قبل از همه معذرت میخواهم برای مشکل تکنیکی که پیش آمد و طور میبینید روز دوشنبه ما متاسفانه با مشکل تکنیکی شروع شد، اما فکر میکنم ما توانستیم این کمبودی رو رفع کنیم و حالا شما به خوبی صدای ما رو از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ میشنوید. خب شالای گلخوجه هستم در روبروی شما عزیزان. حالا ساعت با وقت پراگ الکی 7:23 دقیقه است، متناسباً در دوشنبه باشد 10:23 دقیقه. من خبرهای زیاد در دست دارم که میخوام به سهم شما عزیزان برسونم، ولی چون همیشه شروع میکنیم از وضع باد و هوا، آب و هواشناسان هوای امروزه دوشنبه رو آفتابی و گرم پیش بینی میکنند. در دوام روز حرارت در پایتخت تاجیکستان به 23 درجه خواهد رسید، اما در پراگ هوای سرد است. حالا همگی 1 درجه گرم پیشگویی می شود که گرمی هوا به 14 درجه رسد و بگوی روزی احتمالاً باران می بارد. در مسکو پایتخت روسیه هم ظاهراً امروز هوا آفتابی اما سردتر است. انتظار می رود که حرارت هوا امروز همگی 9 درجه گرم شود. خوب، متاسفانه مجبورم که با یک خبری ناخوب شروع کنم و این خبر مربوط است به روسیه و به مهاجران تاجیک. در ترکیش در کارخانه تولید مواد پیروتکنیکی ولایت لنینگراد 2 مهاجر از تاجیکستان جان باختند. جسد آنها امروز تشخیص و هویتشان دقیق کرده خواهد شد. حادثه روز 19 اکتبر رخ داده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه روز 20 اکتبر گفت بنا به اطلاع مقدماتی در نتیجه این ترکیش 4 نفر جان باخته، 11 تن دیگر مجروح شدند. کارمندان نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت و کنسولگری گنرالی در شهر سنت پترزبورگ معلوم کردند که 2 نفر آنها شهروندان تاجیکستان هستند، یکی دیگر از بلاروس و جسد نفر چهارم هنوز معلوم نشده است، گفت ابراهیم احمدی، سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه. خب به قبل او بر اساس اطلاع به دست اومده در این کارخانه در مجموع 4 مهاجر از تاجیکستان کار می‌کردند. نمایندگی وزارت مهنت و کنسولگری گنرالی تمام تلاش را خواهند کرد تا هویت شهروندان مشخص شده، جسد آنها هرچی زود به وطن فرستاده شوند. خوب بینندگان عزیز، ما نیز در جریان روز در برابر به دست آوردن معلومات بیشتر درباره هویت این مهاجران برای شما خبر خواهیم داد. این زمان در رابطه با این حادثه کمیته تفتیشاتی روسیه پرونده جنایتی باز کرده است و خبرگزاری ریا نووستی از قبل کمیته تفتیشاتی می نویسد که سرمهندس کارخانه مواد پیروتکنیکی استانیسلاو چرنیکوف گناهش را برای ترکیش در این کارگاه پورا اقرار کرده است. از این خاطر مقامات تفتیشاتی در مرافعه دادگاهی برای سرمهندس متهم حبس خانگی را در دوام تفتیشات طلب خواهند کرد. مفتشان میگویند سرمهندس کارمندان را به استحصالات بدون اسناد و قاعده های بخطری راه داده است. پرونده جنایی برای نقض قاعده های بخطری در انشاءاتی از نگاه ترکیش آسیب پذیر که باعث مرگ 2 و زیاده نفر شده است بازگردیده است. در روسیه بنا به حساب از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علتهای مختلف از عالم چشم میپوشند. مریضی، صدمه های نقلیاتی، فلاکت های فنی در جای کار، حمله های گروه های قومگرا، اختلاف بین خود تاجیک‌ها و حادثه های ناگهانی چون غرق شدن در کل و دریاها از علتهای عمده مرگ مردکاران تاجیک در این ملک مسافری شمرده می شوند. یک مادر تاجیک ادعا دارد که مفتشان فرزند 26 سالش را برای اعتراف اتهام شکنجه کردند، اما مقامات میگویند سنجش معین کرد که ادعای این مادر بی اساس است. مامور میلیسا انور حکیموف ساکن شهر باختر را ماه امسال با اتهام دزدی پول زیاد از خانه بازداشت کرده به شعبه کارهای داخلی نویای ورزا بردند. دلارام حکیموف و مادر انور در صحبت با رادیو آزادی گفت و پس از 1 ماه حادثه ضمن ملاقات با پسرش در ماه سپتامبر در بدن او آثار لط و کبرا مشاهده کرد. در عکس‌های هم که مادر در دست دارد دیده می شود که پنجه ها و پشت انور زخمی بوده، داغ‌های سیاه و کبود دارند. انور به مادرش نقل کرده است که او را در شعبه کارهای داخلی برای اعتراف به قوه برق ماندند و هم لط و کوب کردند. مادر انور باور دارد که پسرش بیگناه است و مقامات میلیسا گناهکار اصلی را پیدا نکردند. دلارام حکیموف به مقامات از جمله دوستان کل شکایت برده و عکسای پسرش را همچون دلیل پیشنهاد کرده است، ولی به گفته خودش تا حال به مراجعتش جواب نگرفته است. به گفته این مادر روز 18 اکتبر باید مرافعه دادگاه پسرش در دادگاه نوی شاه منصور برگزار میشد، ولی آن را به تاخیر انداختند. سبب هم خوب نبودن صحتی انور حکیموف در بازداشتگاه گفته شده است. اما مقامات نوی ورزاب ادعای
مادر و در مورد شکنجه شدن پسرش رد میکنند. الهام نورов مفتش شعبه کارهای داخلی نویه ورزو میگوید دوای دلارام حکیم و رو چند نهاد از جمله داستانی تفتیش کرد ولی دوایش رو به اساس نمیدند. به گفته مفتش انور حکیمов به دزدی مبلغ کلان متهم دانسته می شود و حالا در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه است. دلارام حکیمова میگوید پسرش در یک آشخانه به حیث پیشخدمت کار میکرد و به کشاورزی هم مشغول بود و از هیچ خانه دزدی نکرده است. ادعای مادر انور از شکنجه شدن پسرش در اداره میلیسا در حالی است که شکنجه متهمان در تاجیکستان یک مسئله داغ باقی میماند، اما شکایت ها از شکنجه عمدتا نتیجه نمیدهند و به استثنای یک دو مورد دیگر کارمند نیروی انتظامی به جزا میمانند. طبق یک تحلیل ائتلاف ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از عملکردهای مقامات انتظامی از جمله شکنجه و بدرفتاری به حامیان حقوق شکایت کردند. رو میارم به خبرهای دیگر. در حالی که ساکنان تاجیکستان از کمبود شدید نیروی برق در روزهای سرد تیر ماه امسال شکایت دارند. مسئولان شرکت برق تاجیک از مردم خواستند پول برقی به گفته آنها به نسیه گرفتهشان را زودتر سپارند. برق تاجیک آخر هفته گذشته در یک مراجعت نامه گله کرده است که اهالی برای گفتگوی تلفنی پول را دریغ نمی‌دارند، ولی نوبت که به برق رسید خود را به عقب می‌کشند. برای دائما با برق تامین بودن حق برق استفاده شده را پوره و سریع وقت پرداخت نمایی تاکید شده است در مراجعت نامه برق تاجیک به مشتری ها. به ساکنان مشورت داده شده است که پول برق را به واسطه تا 15 هر ماه در شعبه های امانت بانک بسپارند. بسیاری از ساکنان میگویند مثل چند سال پیش مردم از پرداخت پول برق نمیگریزند، بلکه بعضی ها به پیش پرداخت آن گذاشتند. اما نگرانی آنها از این است که برق تاجیک بیش از یک ماه باز انتقال نیروی برق را به خانه های مردم شدیداً محدود کرده ولی وجود لیمیت را رسما اعتراف نمی کند. تا یک ماه اخیر 10 نفر درباره کمبود نیروی برق در محل زیستشان به رادیو آزادی گزارش داده. بعضی آنها در شبکه‌های اجتماعی نیز در این باره نوشتند. سامانه برق نیز هم میگوید که روز 19 اکتبر در تقریباً 20 شهر و ناحیه کشور محدودیت برق جاری بود و ساکنان در شبانه روز از 6 تا 10 ساعت نیروی برق گرفتند. مقامات شرکت برق تاجیک از ماه سپتامبر تا به امروز وجود لیمیت برق را قطعاً رد می‌کند. به قول مقامات این شرکت تامین کننده برق فعلا در دستگاه‌های عظیم تولید برق کارهای پروفیلاکتیکی می‌گذارد و به این خاطر ضرور است که در بعضی مناطق قوه برق خاموش کرده شود. ناظر جان یادگاری سخنگوی برق تاجیک گفته بود که این مسئله در اول ماه اکتبر حل می‌شود، اما با سپری شدن 20 روز ماه اکتبر هنوز ساکنان از کمبود نیروی برق خبر می‌دهند و این شرکت باشد از پرداخت پول برق میگوید. خب نگاه میاندازیم به خبرهای جهانی. جون بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در مسکو است و با مقامات روسیه گفتگوها درباره مسائل امنیتی از جمله دست کشیدن آمریکا از یک عهدنامه مهم مانع گسترش سلاح‌های اتمی را بررسی میکند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل گفت قرار است رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با جون بولتون ملاقات کند، اما نه امروز. دیپلمات بلندپایه آمریکا روز 22 اکتبر با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفتگو خواهد داشت. سرگئی ریابکوف معاون لاوروف از این پیشتر به خبرگزاری اینترفاکس گفت که او از بولتون انتظار دارد موقع ترامپ در برابر عهدنامه مانع گسترش موشک‌های میانه پرواز اتمی را به طور کسبی شرح بدهند. ترامپ گفته است که آمریکا را از این عهدنامه خارج می‌کند. بر اساس این سند که دو کشور در زمان جنگ سرد امضا کردند، روسیه و آمریکا حق ندارند موشک‌های میانه پرواز اتمی با قدرت پرواز در مسافت 500 تا 5.5 کیلومتر تولید کنند و یا در اختیارشان چنین اسلحه داشته باشند. آمریکا سالهاست میگوید که روسیه برخلاف این عهدنامه عمل کرده و چنین موشک میسازد. در مناقشه مذهبی در یکی از ولایت‌های شمالی نیگریا در چند روز گذشته 55 نفر کشته شدند. احمد عبدالرحمن سریداره ریاست پلیس ولایت کادونا روز 21 اکتبر گفت که مناقشه در شهر کسووان مگانی صورت گرفت و 22 نفر برای دست داشتن در خونریزی دستگیر شدند. در این شهر قیود شبگردی 24 ساعته اعلام کردند. به گفته مطبوعات نیگریا مناقشه در بین نمایندگان مسلمانان هاوسا و نصرانی‌های اودره روز 18 اکتبر در یک بازار سر زده است. در گذشته کادونا شاهد درگیری میان اهالی مسلمان و نصرانی ولایت شده است.
و رو میارم با خبرهای تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان با آنهایی که به خارج از جمله سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های افراطی پیوستند و یا به افراطگرایی متهم میشوند مراجعت کرده گفته است اگر میل بازگشت به وطن دارند با مقامات تماس بگیرند. در یک اعلان وزارت امور داخلی که در هفته‌نامه وزارت نشر شده است اومده است به همه آنهایی که مقصد برگشتن به وطن را دارند مراجعت مینمایند که به ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکلانه وزارت مراجعت کنند. در اعلان در نشریه قانون و جامعه آمده است این افراد هر جایی که نباشند میتوانند مستقیم با یک شماره تلفنی با این ریاست از طریق وایبر، ایمو، تلگرام و واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی مراجعت کنند و کفالت حمایت شخصی، هوسمندگردانی و خبردار نمودن مراجعت کننده از نتیجه بررسی مسئله تامین کرده می شود. هرچند مقامات در گذشته گفتند افرادی را که اختیاری از عراق و سوریه برگشتند عفو میکنند ولی باری اول است که مستقیم به آنها مراجعت میکنند که برگردند و اگر ثابت کنند که گناهی نکردند به جوابگری کشیده نمیشوند. وزارت امور داخلی میگوید در مدت یک ماه اخیر 4 نفر را که به افراطگرایی متهم میشدند و میخواستند به وطن برگردند از روی کاربری فرماندهی و شهر و ایضاح درست قانونگذاری کشور متقاعد کرد که به وطن برگردند. افرادی که در 1.5 ماه اخیر به تاجیکستان برگشتند با اتهام عضویت در سازمانهای افراطگرا از جمله گروه ممنوع انصارالله در جستجوی بین‌المللی قرار داشتند و یکی از آنها عبدالملک رازقов ساکن 50 ساله اصفهان بوده است که با مساعدت اینترپل در روسیه دستگیر ولی بعد 6 ماه آزاد شده است. با گفته وزارت مقامات ملیسا همچنین والدین این افراد را متقاعد کردند که بعد بازگشت فرزندان آنها جزا نمیگیرند و برای همین آنها را مایل کنند که به وطن برگردند. 2 ساکن دیگری اصفهان را که به عضویت در سازمان انصارالله متهم شدند مقامات انتظامی از روسیه برگرداندند و میگویند از بس که آنها به جنایت‌های سنگین دست نزدند به جوابگری جنایی نمیکشند. وزارت نگفته است ماه اخیر چند نفر از عراق و یا سوریه اختیاری به تاجیکستان برگشتند ولی در گزارش‌های پیشین گفته میشد که در عموم مقامات مساعدت کردند تا بیشتر از 70 جوانی که فریفته گماشته‌های گروه‌های افراطی بخصوص دولت اسلامی شده به عراق و سوریه رفتند به تاجیکستان برگردند. خب به همه آنهایی که همین لحظه به ما پیوستند درود میفرستم و تشکر میگویم که ما رو تماشا دارید. خبرهایی که حالا در دست دارم میخوام به سمع شما برسونم و امیدوارم که در چند دقیقه دیگر ما رو باز همراهی خواهید کرد. معاون‌های نوی رئیس اژانسی ضد فساد و فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان معلوم شد. بنا به فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 20 اکتبر صادر گردید سهراب سفرزاده معاون رئیس اژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا و اسام‌الدین احمد معاون نوی فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اوید به عقب‌گاه تعیین کرده شدند. در همین روز با قراری حکومت در چند ساختاری وزارت تندرستی نیز تغییرات کادری صورت گرفت. شیرعلی امیرشویف ریاست خدمات دولتی تشخیص طبی و اجتماعی وزارت تندرستی را بر عهده گرفت. این مقام بعد درگذشت رئیس پیشین خدمات عبدالکریم شیخов خالی بود و با یک امر پرزیدنت برنو سید ولی زاده از مقام سرداری ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاد شده معاون اول سرداری خدمات اجرایی نزد حکومت تعیین گردیده است. مقام معاون را در این خدمات فردوس حیات‌زاده صاحب شد. خب باز امرو میارم به خبرهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. ماموران ملیسا در تاجیکستان یک جوانی را دستگیر کردند که به گفته آنها در دزدی 36 خانه دست دارد. وزارت امور داخلی روز 20 اکتبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت که فریدون بیگنظروی 28 ساله از نویه رودکی که قبلا 3 مرتبه به گناه دزدی زندانی شده است سلسله دزدی مخصوصا کلان صادر نموده است. زمانی بازداشت جوان را نگفتند ولی در بیانیه آمده است فریدون بیگنظرov از جمله از خانه یک ساکن دوشنبه لوازمات ساختمانی را با ارزش 7000 سومانی دزدیده است. به قول وزارت خانه های را غارت میکرده است که صاحبانش نبودند و با شکستن در و تریزه وارد آنها میشده است. در مجموع به گفته وزارت این نفر در صادر نمودن 36 دزدی در حدود شهر دوشنبه، شهر وحدت و نویه رودکی گمان بردانسته شده به شهروندان زیاده از 300,000 سومانی ضرر رسانده است. به ضد این جوان با اتهام دزدی پرونده باز کردند و تحقیق عملکردهای او ادامه دارد. و یک خوشخبر دیگر ورزشی دارم. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا 2018 میان جوانان زیر 19 ساله در گروه د بر تیم چین با حساب 1-0 پیروز شد. دسته منتخب جوانان تاجیکستان بازی دومش را در گروه د 23 اکتبر با منتخب مالزیا و بازی سومش را 26 اکتبر با تیم عربستان سعودی انجام می‌دهد. در این بازی که 20 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت ساندراباگ شهر بکاسی اندونزیا برگزار گردید، گل یگانه را نیم حمایتگر شرفجان صالحov در نیمه دوم دیدار در دقیقه 70
8 به ثمر رساند. او توپ را از مسافت دور به دروازه منتخب چین وارد کرد. در بازی دیگری گروه د منتخب عربستان سعودی 20 اکتبر بر تیم مالزی با حساب 2-1 غالب شد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی‌های دوره اول در گروه د دسته‌های منتخب جوانان عربستان سعودی و تاجیکستان با 3 امتیازی متناسباً در جای‌های یکم و دوم قرار دارند، ولی دسته‌های چین و مالزی امتیاز نگرفتند. در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که در اندونزی از 4 نوامبر ادامه می‌کند برای 4 خط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برند. خب بینندگان عزیز، تشکر می‌گویم که تا پایان صحبت ما را همراهی کردید. شعله گلخواجه بودم که با شما صحبت می‌کردم و من همه شما عزیزان را بعد 3 ساعت دیگر با خبرهای در سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان منتظر هستم و امیدوارم که در اونجا نیز ما را همراهی خواهید کرد. روزتان خوب باشد.